اینها محل جدا شدن شریان‌های براکیوسفالیک، کامن کاروتید چپ و سابکلاویان چپ هستند. در اینجا این شریان‌ها از دهانه فوقانی تراسیک خارج میشن. برای اینکه اونها رو بهتر ببینیم، وریدهای براکیوسفالیک راست و چپ رو برمی‌داریم. این وریدها به هم میپیوندند و سوپریور ونا کاوا رو میسازن. قسمت باقی مانده مانیبریوم و دنده های اول رو هم از اینجا تا اینجا برمی‌داریم. شریان براکیوسفالیک در اینجا به دو شاخه سابکلاویان راست و کامن کاروتید راست تقسیم میشه. این کامن کاروتید چپه. این هم سابکلاویان راسته. برای دیدن وریدهای سابکلاویان و اینترنال ژوگولار، عضلات بزرگی که در جلوی اونها هستن رو برمی‌داریم. یعنی پکتورالیس ماژور و استرنوکلیدوماستوید رو برمی‌داریم. این ورید سابکلاویانه که از پشت عضله پکتورالیس مینور بالا اومده و زیر کلاویکل میره. این هم ورید اینترنال ژوگولاره که عضله اوموهایوئید در مقابل اون قرار گرفته. برای دیدن محل پیوند این دو ورید کلاویکل رو برمی‌داریم. در ضمن ورید سابکلاویان از قسمت صاف اینتریور دنده اول عبور میکنه. عضله اسکالن قدامی ورید سابکلاویان رو از شریان سابکلاویان جدا میکنه. قله پلور درست در زیر و پشت ورید سابکلاویان قرار میگیره. ورید اینترنال ژوگولار هم درست در جلو و سمت خارج شریان کامن کاروتید واقع شده. در هر طرف ورید سابکلاویان و ورید اینترنال ژوگولار به هم پیوسته و ورید براکیوسفالیک راست و چپ رو میسازن.